سلام و عرض ادب خدمت تمام گیمرها. داخل این ویدیو قرار تنظیمات 0 تا 100 هدشات، DPI و دکمه تیر کجا قرار بگیره هدشات بهتری داره و اگه سنس گوشیت به درد نمیخوره من چند تا از بهترین سنس ها رو براتون آماده کردم که براتون بفرستم. فقط کافیه کلمه سنس رو برام کامنت کنی تا برات بفرستم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب عزیزان دل، چون خیلیاتون به من گفته بودین که DPI کاربردش چیه و به چه کاری میاد، این آموزش رو گذاشتم و در ادامه براتون توضیح میدم که از کجا فعالش کنین. وارد تنظیمات میشین و روی گزینه درباره گوشی کلیک میکنین و نسخه سیستم عامل رو میزنید و 3 بار باید حتما روش کلیک کنید که DPI براتون فعال باشه و وقتی که فعال شد اون پایین می‌نویسه که شما اکنون دیگه برنامه نویس هستید و روی گزینه بازگشت به صفحه اصلی بزنید و اون پایین گزینه تنظیمات بیشتر رو پیدا کنید و روی گزینه تنظیمات توسعه دهنده بزنید و این فرست که براتون باز شد کوچکترین ارز را پیدا کنید. و روی گزینه کلیک کنید. الان DPI تون رو میتونید تنظیم کنید. از 100 تا 1000 میتونید بذارید. من 700 گذاشتم. خب حالا تنظیمات رو ببندین و وارد گیم بشین. خب الان حالا کاربرد DPI چیه؟ کاربرد DPI اینه که صفحتون رو خیلی راحت‌تر میچرخونه و راحت‌تر میتونین هد بزنین و خیلی بهتون کمک میکنه برای هد زدن. حالا گیم رو باز کنین تا بقیه آموزش رو بهتون بدم. وارد تنظیمات گیم بشین و روی گزینه تنظیم دکمه تیر بزنید. دکمه تیر معمولا باید بین 42 تا 60 باشه. خب اینم از سنس مخصوص گوشی من، یعنی گوشی شیائومی نوت 14 پرو پلاس. اگه به کارتون میاد شما از این سنس من استفاده کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بازم از این ویدیوهای آموزشی خواستین داخل کامنت ها به من بگین براتون میذارم. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.